آیا موجودی در این مکان است که بخواد یه نشونه به ما بده؟ یه نشونه کوچیک به ما بده. هر شب این تق و توق راه مندازی ما رو بیدار میکنی از خواب. یا خودتو نشون بده یا این سر و صداهای الکی هم راه ننداز. ما از این سر و صداها نمیترسیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر وسواس الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. آیا موجودی هست در این مکان که بخواد خودش به ما نشون بده؟ تو چارچوب در خودت نشون بده. ازت میخوام یه جسمی رو اینجا جابجا کنی. ازت خواهش میکنم یه نشونه به من بده. من فقط از حضورت با خبر بشم. همین تو درگاه در خودت نشون بده. ازت خواهش میکنم تو درگاه خودت نشون بده. اون پرده سفید رو یه تکونی بده، یه سایه، یه حاله، یه چیزی از خودت جا بذار. من بفهمم که تو اینجایی. من برام ببینم این سر صدا از چیه. پس یا شما شب و روز داری تخت و تو، یعنی سر و صدا میکنی که آدم از تو خواب سکته میکنی از خواب. یا خودتو نشون بده یا دیگه اینقدر سر و صدا نکن. نصف شب ما رو بیدار کن، از خواب بیدار نکن. ازت خواهش میکنم یه نشونه به من بده. فقط من بدونم وجود تو در این منزل. همین. دمت گرم. یه خورده واضح‌تر. بیا داخل نترس. من قصد آزار تو رو ندارم. تو هم قصد آزار من رو نداشته باش. و بیا داخل. جنی، روحی، هرچی موجود ماورایی، هرچی که در این مکان هستی، ازت خواهش میکنم خودتو تو دوربین من نشون بده.